گالری گوشی‌های سامسونگ یه گزینه مخفی داره برای عکس‌هایی که کیفیتشون پایین هست. اگر اون رو فعال بکنید، وقتی که به صورت دو انگشتی روی عکس زوم می‌کنید، کیفیت کم اونها رو با استفاده از هوش مصنوعی ارتقا میده. اما چطور میتونیم این قابلیت رو فعال کنیم؟ برای این کار کافیه گالریتون رو باز بکنید، از قسمت منو تنظیمات رو انتخاب کنید، بیاید پایین لیست تنظیمات درباره گالری رو باز کنید. روی نسخه فلان که اینجا نوشته 7-8 بار بزنید تا اینجا بنویسه گالری لب is enabled. حالا گزینه برگشت رو انتخاب میکنید، از بخش تنظیمات گالری میاید تا آخرش و اینجا میبینید که گالری لبز فعال شده. وقتی که وارد شدید، از قسمت بانیوی 7 گزینه Use AI Zoom رو روشن میکنید. متاسفانه اینجا فارسی نداره. این قابلیت از هوش مصنوعی استفاده میکنه تا عکس هایی که رزولوشن پایینی دارن، مثلا این عکس 500 پیکسل عرض داره، وقتی که بخواید به صورت دو انگشتی زومش بکنید، بعد از زوم کردن با استفاده از هوش مصنوعی کیفیت اون تصویر رو بالا